سلام عشقای من، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. حسین دیوتی هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو در مورد چیترهای بیناموسه، مثلا بازی رو بگن کشیدن. من اینجا اصلا بچه پینگم 60 زیر 60 هم می اومد، 53 هم. اصلا بچه حال آدم رو خراب میکنم با این چیت زدنت. اون وقت این یارو هم که چیت زده نوبه سگی هم بیش نی. نگاه خودم اصلا بهش رحم میکنم ببینم مثلا چیتش چیه برای شما بزنم. ببینم چیت پروازه با میسیج یو پرواز میکنه. من هر وقت این چیترها رو میبینم اصلا 1000 تا فش ناموسی و همه چیز بهشون میدم، چون اصلا حقشون اینا بازی اصلا. نگاه اینجا بازی رو بگن کشیدن. نگاه پرواز میکنه. بچه شما نظرتون در مورد این چیترهای بیناموس چیه؟ تو کامنت ها بهم بگید. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک هم بزن که روز من لایک این ویدیو برسه به 50 تا و اون دکمه ساب هم بزن که روز من رو بسازید. در مورد اون پست قبلی هم که گذاشته بودم براتون، اون اکانت رو من خریدم که شما هدیهش بدم، چون خیلی دوستتون دارم. یه همه کاری میکنم براتون. هر چی بگید جونم بخوای من میرم ویدیو میگیرم، خودم میندازم میکشم به خاطرشون. خب بچه داشتم میگفتم اون اکانت هیچ جریانی نداره، فقط میخوای منو ساب کنی به 100 تا برسیم، بعد اونو ویدیوشو جداگونه براتون میسازم. وقتی برسیم به نزدیک 100 تا میگم بهتون که میخوای چه کار کنید که حسابی اکانت جالبی هم نی، اما خب خوبه. برسیم بعد از یه اکانت هم که دادم اکانت های بیشتری هم براتون میذارم، رایگان برید عشقشو ببرید. خب بریم سراغ ویدیو این چیتر بیناموس. مثلا نگاه چقدر نوب بود ناموس هست. نگاه اینجا نگاه کنید، به راحتی هم میزدمش. فقط اصلا اینا نمیدونم نوب سگ با چیت هم هیچ گوهی نیستن. اینا معذرت میخوام، این گوهی نیستن. تلپورت میشد اون ور این ور، نمیدونم اون وقت ترجمه اینجا پینگ منم خیلی خوب بود، عالی بود، اما نمیدونم چه چیتی بود، چیت جدیده، من خبر ندارم از این جریانو. انگار میدونست منم از کجا میام. نگاه کنید بچه ها، اینجا رو ببینید رو از پشتم در می اومد، اما خب نوب سگ چیتر نوب سگ بهش میگن. آخرش هم که بازی تموم شد میخواستم رکبار رو فش ببندمش. خب این لفت داد، خودش دیگه میدونست لفت داد. بچه ها هر جا که هستید ویدیو منو میبینید اصلا تو را به ناموستون اصلا چیت نزنید. چیت اصلا چیه؟ مثلا چی بشه؟ بازی سالم کن، لذت ببر بازی، تا کسی هم بهت فوش نده پده بیرا بهت بگی اصلا چه لذتی داره چیت میزنی، همه رو میزنی. مثلا یه چی بشه اصلا برات دیگه اصلا یه دست خوش بگذرونی، 2 دست 3 دست، بعد 4 دست اصلا برات دیگه کیفی نداره مثلا همه رو بزنی حدم. چه کیفی داره برات؟ هاشم اکتیویژن میزنه خارتو میگاد بندت میکنه. تو رو به ناموستون بچه ها چیت نزنید. هر کی داره ویدیو منو میبینه هیچ وقت چیت نزنه، بازیمو به گند بکشه. اون موقع قدیما بازی میکردی، بازی سالم میتونستی ویدیو دراری. الان من با دیوایس ضعیف با پر بازی هم شده چیتر، من چجوری ویدیو دارم برای شما ویدیو بسازم براتون؟ برای همینه یارو دیگه اصلا کالاف بازی نمیکنه، برام میشه پاک میکنه. برای همین چیزا رو میبینه زده میشه، اصلا بازی نمیتونید خوش بگذارید داخل این بازی. این موقع اصلا منوی بچه معلوم مینشستیم تو سر این کوچه انقدر بازی میکنیم و بازی کیف داشت. اصلا نگاه یه چیتر بیناموس از پشت دیوار
اون ور اصلا میبیند کجایی بیناموس دلغک. بچه ها پس تازمه حسابو بزنید تا زودتر ستایی شیم. پره کشی نکان تو براتون بزنم هش سریعتر به دستتون برسه. اگه شد ویدیو زنده هم براتون میذارم که ببینید کی برنده میشه، یا ویدیوشو میگیرم براتون میذارم آپلودش میکنم. من هرچی زودتر فالو کن ساب کن تا پره کشی رو هش زودتر بزنم. عشق منی. ویدیو هم فکر کنم خیلی داره طولانی میشه براتون بقیهش رو برش میزنم میذارم. اینو میتونم چیز سرعت هم دارم اونجا. بچه ها اگه تا اینجا دیدید تو کامنت های حسین با 2 تا قلب برام بذارید تا بدونم تا اینجای ویدیو با هم بودید. عشق منی، دمتون گرم. اگه تا اینجای ویدیو هم دیدی خیلی عشقی. ادامهش هم خواب. بچه ها اینجا خب دیگه برد با اختلاف 2 تا. اینجا میخواستم وایس رو باز کنم 1000 تا فوش بهش بدم سریع لفت داد. اینجا هم تا اومدم فوشش بدم سریع تا اومدم لفت داد بیناموس. خیلی دوست دارم. تا ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا بابای.